سلام سلام، من خدا هستم. آره، خدا. این که قرآن با چه وضعی جمع‌آوری شد بمونه برای کلیپ های بعدی. امروز فقط میخوام به نسخه های قدیمی قرآن توجه کنیم. همه نسخه های قدیمی قرآن بدون اعراب هستند، یعنی بدون حرکت او. این یکی رو نگاه کنید. قال اعلم ان الله علی کل شیء قدیر. گفت بدان که خداوند بر هر کاری قادر و تواناست. و یا به این شکل قال اعلم ان الله علی کل شیء قدیر. گفت میدانم که خداوند بر هر کاری قادر و تواناست. معلوم نیست کدوم درسته. همه نسخه های قدیمی قرآن به خط کوفی هستند. خط کوفی نقطه نداره، یعنی نوشتن حروف با تا سا یا همه مثل هم دیگه است. همینطور ها خا و جیم، سین شین، صاد زاد، تا زا، عین غین همه مثل هم دیگه نوشته میشن. مثلا فکر میکنید این چیه؟ نعلمه، یعلمه، تعلمه و یا اصلا به علمهی. معلوم نیست، میتونه هر کدومش باشه. مثلا لمن خلقک آیتون، یعنی نشانه ایست برای کسی که تو را خلق کرد. و البته لمن خلفک آیتون یعنی نشانه ایست برای کسی که در نسل بعد توست. هر دو حالت معنا داره. حالا درستش کدومه؟ معلوم نیست، چون خط کوفی که نقطه نداره. اگرچه بعدها نقطه های قرمزی به خط کوفی اضافه کردند، اما نسخه های اولیه قرآن هیچ نقطه و اعرابی نداره. این موارد جاهایی است که بین کلمات قرآن اختلاف وجود داره، فقط به خاطر نبودن نقطه در خط کوفی. علاوه بر اون در خط کوفی الف ممدوده وجود نداره، یعنی الف وسط کلمه نوشته نمیشه. مثلا کلمه الغایب اینجوری نوشته میشه. دیگه معلوم نیست الغایبه، الغیابه، غیبه، عیبه. مواردی از اختلافات در قرآن به خاطر همین نبودن الف در خط کوفیه. مهمترین اختلاف بر سر سوره حمده. در خط کوفی مالک و ملک یک جور نوشته میشه. گفته قرآن کدومش بوده معلوم نیست، مالک یوم الدین یا ملک یوم الدین. مالک و صاحب روز قیامت یا ملک و پادشاه روز قیامت. بالاخره مسلمان ها باید بدونن سر نماز آیه رو درست میخونن یا نه. من سورة الحمد مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. أضاف صفة أخرى وهي كونه جل وعلا ملك يوم الدين. ومعلوم أن فيها قراءتين مشهورتين، مالك يوم الدين وملك يوم الدين. آیت الله منتظری وقتی صدای نماز خوندنش از بلندگوهای نماز جمعه پخش میشد، زمانی که به این آیه میرسید میگفت مالک یوم الدین، ملک یوم الدین. هر دو شکل آیه رو میخوند، چون میدونست که معلوم نیست کدوم آیه درسته و کدوم نادرست. خوشمزه این که قرآن ادعا میکنه که ما این قرآن را نازل کردیم و قطعا نگهبان آن خواهیم بود. علاوه بر اشکالاتی که در خط کوفی بود، گاهی متن قرآن نوشته شده به زبان کوفی واضح و روشن نبود، بدخط بود. چون متن اصلی قرآن در بعضی جاها قابل خوندن نبوده، کلماتی بر اساس حدس و گمان جایگزین اونها میشد. عده کمی به فنون خط و روش کتابت آشنا بودند و خط اونها ابتدایی بود. از طرف دیگه گاهی کاتبان خط کوفی دچار اشتباه در نوشتن قرآن شدند. مثلا به جای سین صاد نوشتن. مثلا اینجا اومده و زاده بستتون فی العلم و در جای دیگه و زادکم فی الخلق بستتون.
یک جا با سین اومده و همون کلمه در جای دیگه با صاد. البته حتی ترجمه این دو کلمه هم یکیه. در یک قرآن اومده انت علام الغیوب و در قرآن دیگه همون آیه به این شکل اشتباه اومده انت علم الغیوب. و موارد اختلافات دیگه که ناشی از اشتباهات نسخه های قدیمی قرآنه. همچنین خط کوفی مشکلات دیگه هم داره. گاهی میم در آخر کلمه به شکل واو میاد و دال در آخر کلمه مثل کاف میمونه. گاهی یا رو جدا مینویسن، گاهی هم اصلا نمینویسن و حذفش میکنن. بدخطی و اشتباه نوشتاری و مشکلات نقطه و الف و اعراب. یعنی خدا چند تا فرشته رو مأمور محافظت از قرآن کرده. ما این قرآن را نازل کردیم و قطعا نگهبان آن خواهیم بود. تازه هنوز به نزول قرآن و جمع‌آوری اون و چیدمان قرآن گیر ندادیم. اونها هم داستان مفصلی داره. فیسبوک من رو هم فراموش نکنید. من خدا هستم.